Have you ever met someone who always points out the mistakes of others? Have you ever met someone who always points out the mistakes of others؟ میگه آیا تا به حال با کسی روبرو شدید که همیشه اشتباهات دیگران رو نشون میده یا بهش اشاره میکنه؟ Have you ever met باز با have سوالی کرده میشه present perfect هستش. have met هست. met گذشته یعنی قسمت سوم meet هست یعنی دیدن، ملاقات کردن و ever هم که آورده یکی از قیدهای حال کامل هستش. have you ever met و سوالی کرده. someone یعنی کسی. who always points out میگه کسی که always به معنی همیشه، کسی که همیشه points out به معنی نشون دادن، اشاره کردن. the mistakes به معنی اشتباهات. others هم به معنی دیگران هستش. have you ever met someone who always points out the mistakes of others? Someone who believes that only he is right and everyone else is wrong? Someone who believes that only he is right and everyone else is wrong. یه کسی که باور داره فقط خودش درست میگه و دیگران اشتباه میکنند. someone یعنی فردی یا کسی. who در اینجا بچه‌ها میشه relative clause هستش، یعنی جمله موصولی میاد که someone رو توضیح بده و در اینجا معنیش که، یعنی کسی که باور داره. believes به معنی باور داشتن هستش. چون در مورد someone فعلمون اس گرفته، حالت سوم شخصه. someone, anyone, everybody اینا همه فعل جملمون رو مفرد میکنه، یعنی اس و ای اس بهش به آخر فعل همون اضافه میشه. that only he is right میگه که فقط اون راست میگه، یعنی حق با اونه، یا اون درست میگه. he is right یعنی حق با اونه. and everyone else is wrong باز یعنی و همه و دیگران همه اشتباه میکنن. wrong به معنی اشتباه کردن هستش. باز اینجا everyone رو توجه بکنید، is براش آورده به حالت سوم شخصه. برای someone، برای everyone، برای nothing، برای everything، برای اینها ما همه فعل مفرد میاریم. someone who believes that only he is right and everyone else is wrong. This story is about Dodd, a young man, intelligent, sharp, but with one weakness. This story is about Dad, a young man, intelligent, sharp, but with one weakness. میگه این داستان درباره داد هستش، یک مرد جوان با استعداد و زیرک اما با یک نقطه ضعف. استوری که یعنی داستان. داد هم اسم اون مرد جوان هست. یانگ من اسم و صفت یانگ، صفت من به معنی مرد و اسم هستش. اینتلیجنت هم باز صفت اینجا، یعنی با استعداد. شارپ به معنی باهوش و زیرک. ویکنس به معنی نقطه ضعف، یعنی یک ضعف هستش. This story is about Dodd, a young man, intelligent, sharp, but with one weakness. He could never tolerate the mistakes of others. He could never tolerate the mistakes of others. میگه که اون هیچگاه نمیتونست اشتباهات دیگران رو تحمل بکنه. could never tolerate اینجا could به مودال ورب هست برای بیان توانایی در گذشته. never قید هست و به معنی هرگز. معنی رو منفی میکنه، ساختار مثبت هست. tolerate فعل اصلیه که همیشه بعد از مودال ورب هایی مثل could، should و would فعل به صورت ساده میاد. could never tolerate یعنی هرگز نمیتونست تحمل کنه. tolerate به معنی تحمل کردن. mistakes اسم به معنی اشتباهات. others هم یعنی دیگران. He could never tolerate the mistakes of others. Dodd lived in a small town. In school, if his friends spelled a word wrong,
Dad lived in a small town. In a school, if his friends spelled a word wrong. میگه که داد در یه شهر کوچیک زندگی میکرد و در مدرسه اگر دوستانش یک کلمه رو اشتباه تلفظ میکردند زمان جمله گذشته است به خاطر اینکه lived و spelled ایدی گرفتند. small town به معنی شهر کوچک، خود small به معنی کوچک صفت برای town هستش. این school به معنی مدرسه هست و حرف اضافه اسکول رو نگاه کنید این اسکول مثل home at home این حرفای اضافه رو باید یاد بگیرید. spelled به معنی هجی کردن، تلفظ کردن. wrong هم به معنی اشتباه. باز در اینجا wrong صفته. Dad lived in a small town in a school if his friends spelled a word wrong. Dad laughed. At home, if his brother dropped a glass, Dad laughed یعنی داد میخندید در اشاره به جمله قبلیه. laughed به معنی خندیدن هستش و ایدی گرفته گذشته است. At home if his brother dropped a glass میگه و تو خونه هم اگه برادرش drop به معنی انداختنه یه لیوان یا یه چیز شکستنی رو مینداخت. A glass به معنی لیوان هستش. drop به معنی انداختنه. His brother به معنی برادر او. His باز possessive adjective یعنی صفت ملکی هستش. His brother. Dad laughed at home if his brother dropped a glass. Dad scolded. Even in the mosque, if someone recited a verse slowly, Dad whispered to others. Dad scolded. Even in the mosque, if someone recited a verse slowly, Dad whispered to others. میگه که داد سرزنش میکرد. scolded به معنی دعوا کردن و سرزنش کردن گذشته هست ساختارش چون ایدی گرفته. Even in the mosque میگه حتی در مسجد هم even یعنی حتی مسجد هم ماسک هست. حرف اضافهش رو این به کار برده. In the mosque یعنی حتی در مسجد هم if someone recited a verse slowly میگه اگر کسی recite به معنی چیزی رو از حفظ خوندن میشه. کسی یک آیه ورس به معنی آیه هست. slowly یعنی به آهستگی قیده در اینجا. میگه اگر کسی به آهستگی آیه ای رو داشت حالا تلاوت میکرده میخوند dad whispered to others میگه داد در گوشی whispered به معنی آهسته حرف زدن پچ کردن در گوشی با کسی صحبت کردن هستش. داد در گوشی با دیگران صحبت میکرد. others به معنی دیگران هستش. Dad scolded even in the mosque if someone recited a verse slowly. Dad whispered to others. Look how many mistakes he makes. People respected Dad's intelligence. Look how many mistakes he makes. میگه که ببین چقدر اشتباه میکنه. look به معنی ببین هست حالت امریه و ساختار جمله حال ساده است چون حالت امری هستش در همون لحظه داره این حرف رو میزنه پس از حال ساده استفاده میکنه. how many یعنی چه تعداد چه اندازه چه مقدار. mistakes یعنی اشتباهات. he makes یعنی اون انجام میده یا اون میکنه. make با mistake میاد که این ترکیب این دوتا رو تو انگلیسی بهش میگن collocation یعنی فعل ها اسم هایی که این فعل ها باهاشون میاد. شما برای mistake اسم هستش نمیتونید دو به کار ببرید بگید do mistakes تو انگلیسی غلط هست باید بگید make mistake. People respected Dad's intelligence. میگه که مردم به استعداد و هوش و زیرکی داد احترام میذاشتند. باز اینجا ساختار گذشته است. respected. Look how many mistakes he makes. People respected Dad's intelligence. But slowly they began to keep distance from him. But slowly
They began to keep distance from him. میگه اما به آرامی اونها شروع کردن به دوری کردن از او. Slowly یعنی یواش یواش به آرامی. Began گذشته begin به معنی شروع کردنه. Begin, began, begun. To keep distance یعنی دوری کردن، یعنی فاصلهشون از اون حفظ کردن هستش، ولی در فارسی به معنی دوری کردنه. Keep distance به معنی دوری کردن. From یعنی از، him یعنی او. ضمیر مفعولی هستش. But slowly they began to keep distance from him. Because Dodd's eyes never saw goodness, they only searched for faults. Because God's eyes never saw goodness. میگه که چون چشمهای داد هرگز خوبی رو نمیدید. never به معنی هرگزه. God's eyes به معنی چشمهای داد هستش. saw گذشته see هست به معنی دیدنه. goodness هم یعنی خوبی. They only searched for faults. میگه که اونها فقط به دنبال عیب‌ها میگشتند. Only یعنی فقطه. Searched ایدی گرفته گذشته هست به معنی به دنبال، در جستجوی. Faults به معنی عیب‌ها، اشتباهات، تقصیرها. Because God's eyes never saw goodness. They only searched for faults. One day, Dodd got his first real opportunity. He was asked to organize a town event. One day Dodd got his first real opportunity. میگه یه روز داد اولین فرصت واقعی زندگیش رو به دست آورد. got به معنی به دست آوردن یا گرفتن هست. got opportunity. opportunity به معنی فرصت. real به معنی واقعی. first یعنی اولین فرصت واقعی خودش رو به دست آورد. got opportunity با هم دیگه به معنی فرصت به دست آوردن هستش. He was asked to organize a town event. میگه که از او خواسته شد که یک رویداد شهری رو ساماندهی کنه، ترتیب بده. He was asked به معنی از او خواسته شد. میشه passive voiced یعنی زمانش مجهوله. was و were به اضافه قسمت سوم فعل هستش. چون در گذشته اتفاق افتاده از was و were استفاده کرده. اگه زمان حال بود از am is are استفاده میکرد. He was asked یعنی از او خواسته شد. Organized به معنی ترتیب دادن، سازمان دادن، ساماندهی کردن. Event به معنی رویداد، واقعه. Town هم به معنی شهری میشه. One day Dodd got his first real opportunity. He was asked to organize a town event. He prepared everything: decorations, speeches, even his own talk on perfection. He prepared everything: decorations, speeches, even his own talk on perfection. میگه اون همه چیز رو آماده کرد. تزیینات، سخنرانی ها، حتی صحبت های خودش رو به طور تمام و کمال آماده کرد. به طور عالی آماده کرد. Prepared به معنی آماده کردن. ایدی گرفته و گذشته هست. Everything یعنی تمام چیزها، همه چیزها رو. Decorations به معنی تزیینات. Speeches به معنی سخنرانی ها، متن سخنرانیش. Even قید تأکیده یعنی حتی. His باز به معنی صفت ملکیه. own به معنی خودش. talk به معنی صحبت‌های خودش رو. on perfection به معنی به صورت عالی، تمام و کمال. He prepared everything: decorations, speeches, even his own talk on perfection. The hall was full. Everyone waited as Dodd walked confidently to the stage. The hall was full. میگه که سالن پر از جمعیت بود. hall به معنی سالن، full یعنی پر بود، یعنی پر از جمعیت بود. was هم که گذشته is هستش. The hall was full. Everyone waited. میگه همه منتظر بودند. As Dodd walked confidently to the stage. میگه همونطور که داد به سمت
صحنه با اعتماد به نفس میرفت. walked به معنی پیاده رفتن، یعنی قدم زنان به سمت صحنه رفتن. stage به معنی صحنه. confidently یعنی با اعتماد به نفس هستش. waited به معنی منتظر موندن، یعنی منتظر بودند. The hall was full. Everyone waited as Dodd walked confidently to the stage. He began his speech, but in his excitement, he mispronounced a single word. He began his speech, but in his excitement, he mispronounced a single word. میگه او سخنرانیش رو شروع کرد اما در هیجان خودش یک کلمه رو اشتباه تلفظ کرد. began گذشته بیگینه، یعنی شروع کردن. speech به معنی سخنرانی. his excitement به معنی هیجان. his هم که یعنی هیجانش. mispronounced به معنی اشتباه تلفظ کردن، درست نگفتن یک کلمه میشه. single یعنی یک کلمه، تنها یک کلمه. word هم به معنی کلمه هستش. He began his speech, but in his excitement, he mispronounced a single word. At first, silence. Then someone in the crowd chuckled. Another whispered, "Did you hear?" At first, silence. میگه در ابتدا سکوت همه جا رو فرا گرفت، یعنی سکوت بود. Then someone in the crowd chuckled. میگه سپس کسی تو جمعیت chuckle به معنی خندید، یعنی حالت یواشکی بخندی، میگن chuckle. Another whispered و دیگری حالا زمزمه کنان و پچ کنان گفت Did you hear؟ میگه شنیدی؟ At first silence. Then someone in the crowd chuckled. Another whispered, Did you hear? Dodd made a mistake, and suddenly Dodd realized the same way he mocked others. Dodd made a mistake. میگه که Dodd اشتباه کرد. Made a mistake. Made گذشته make a mistake یعنی اشتباه کردن. And suddenly Dodd realized the same way he mocked others. و ناگهان داد متوجه شد به همون شیوهی که او دیگران رو مسخره میکرد برای خودش هم اتفاق افتاد. realize به معنی تشخیص دادن، فهمیدن. the same way یعنی به همون شکل، به همون روش. mocked به معنی اینجا make fun of others یعنی دیگران رو مسخره کردنه. گذشته mock میشه mocked و مسخره کردن هست معنیش. Dodd made a mistake and suddenly Dodd realized the same way he mocked others. Today he was standing in their place. His face turned red. For the first time he felt the weight of his own habit. That night Dodd could not sleep. Today he was standing in their place. میگه امروز اون در جایگاه اونها ایستاده بود. was standing گذشته استمرار هستش. their place یعنی در جایگاه اونها. His face turned red. میگه و صورتش قرمز شده بود. turned red رو نگاه کنید به معنی قرمز شدن صورت که با red رو با فعل turn آورده. turned red. For the first time he felt the weight of his own habit. میگه برای اولین بار سنگینی عادتهاش رو حس کرد که چقدر این عادتهاش سنگینه. weight به معنی وزن هست. felt گذشته فعل به معنی احساس کردن هست. habit به معنی عادت روزمرگی، عادتها. That night Dodd could not sleep. میگه و اون شب داد نتونست بخوابه. sleep به معنی خوابیدن هستش. Today he was standing in their place. His face turned red. For the first time he felt the weight of his own habit. That night Dodd could not sleep.
He kept hearing those whispers in his mind. He looked back at his life at every moment he laughed at others. He kept hearing those whispers in his mind. میگه که او به اون پچ ها و زمزمه ها در ذهنش مدام گوش میداد یا میشنید. اون زمزمه ها و پچ ها رو تو ذهنش میشنید. kept hearing یعنی مدام میشنید. those whispers به معنی اون زمزمه ها، اون نجواها و درگوشی ها رو. in his mind یعنی در ذهنش. He looked back at his life at every moment he laughed at others. میگه و به گذشتش نگاه کرد و به هر لحظه‌ای که به دیگران میخندید. Look back یعنی به عقب نگاه کردن. این at his life یعنی به زندگیش. Every moment به معنی هر لحظه. Laughed به معنی خندیدن. At others یعنی به دیگران. Laughed at others یعنی به دیگران خندیدند یا مسخره کردن دیگران. He kept hearing those whispers in his mind. He looked back at his life. At every moment he laughed at others. At every harsh word he used. And then it struck him. Nobody is perfect. Not his friends, not his family, not even himself. At every harsh word he used. میگه و در هر کلمه تند و خشنی که اون به کار می برد. harsh به معنی خشن، تند، ناپسند. word هم یعنی کلمه. used به معنی استفاده کردن. گذشته use هستش، استفاده کردن. یعنی هر کلمه تند و ناپسندی رو که اون استفاده میکرد یا به زبان می آورد. And then it struck him. میگه و سپس او متوجه شد. struck به معنی گذشته strike به معنی آگاه شدن، روشن شدن. Nobody is perfect. میگه هیچ کس کامل نیست. Not his friends, not his family, not even himself. میگه نه دوستاش، نه خانوادش و نه حتی خودش. At every harsh word he used. And then it struck him. Nobody is perfect. Not his friends, not his family, not even himself. From that day forward, Dodd changed. When his younger brother spilled tea, Dodd smiled and said, "Don't worry, it happens." When his classmates struggled in math, Dodd helped instead of mocking. From that day forward, میگه از اون روز به بعد Dodd changed. میگه داد تغییر کرد. changed گذشته change به معنی تغییر کردن هستش. When his younger brother spilled tea. میگه وقتی که برادر کوچیکترش چای رو میریخت. spilled به معنی ریختن هست و گذشته اسپیله. tea هم که به معنی چای هستش. Dodd smiled and said. میگه داد میخندید و میگفت. smiled smile گذشته اسمایل و said گذشته say هست. Don't worry. worry به معنی نگران بودن. نگران نباش. It happens. این جمله حالت مستقیم رو داره، به همین خاطر زمان ها حال آوردتش. It happens. این اتفاق میفته یا اتفاقه. When his classmate struggled in math. میگه وقتی هم کلاسی هاش توی ریاضی مشکل داشتند. struggled به معنی به چالش میافتند، مشکل داشتند. Dad helped instead of mocking. میگه داد به جای مسخره کردن کمکشون میکرد. helped گذشته help. instead یعنی به جای. instead of همیشه با هم میاد و همیشه فعل بعد از instead of ing میگیره. mocking اینجا به معنی مسخره کردن هست و یه نوع فعله، اما چون بعد از instead of اومده ing گرفته. From that day forward, Dad changed. When his younger brother spilled tea, Dad smiled and said, "Don't worry, it happens." When his classmates struggle in math, Dad helped instead of mocking. And slowly people noticed the change. The boy who once saw only flaws now became the young man who inspired others to grow.
And slowly people noticed the change میگه و به آرامی مردم تغییر رو متوجه شدند. notice به معنی متوجه شدن، change به معنی تغییر، slowly یعنی به آرامی، به آهستگی. The boy who once saw only flaws now became the young man who inspired others to grow. میگه که با پسری که زمانی فقط نقص و عیب مردم رو میدید، حالا به یک مرد جوانی تبدیل شده که دیگران رو به رشد تشویق میکنه یا انگیزه میده به دیگران. The boy who once saw میگه پسری که زمانی میدید، once یعنی یک زمانی، saw به معنی دیدن، گذشته سیه، only یعنی فقط، flaws به معنی میشه گفت عیب ها، نقص ها و عیب ها رو. became گذشته become یعنی شدن، یعنی تبدیل شده و حالا تبدیل شده به مرد جوان. the young man به مرد جوانی که who هم اومده جمله رو وصل کرده، relative clause یعنی عبارت موصولیه، در مورد اون مرد جوان داره توضیح میده. inspired به معنی انگیزه دادن، الهام دادن، تشویق کردن. others یعنی دیگران. to grow به معنی یعنی پیشرفت. And slowly people noticed the change. The boy who once saw only flaws now became the young man who inspired others to grow.